اومدیم ما ویدیوی جدید. سلام، اومدیم ما ویدیوی جدید. صدا گفتم اینکه بریم یه بتل، هایلایت بتل بشه و همین دیگه. صحبت نمی کنم، میگه اینکه داخل بازی فشار بخورم. نایس. آقا یارام چرا میان شهرک؟ میخوام تکی بیام شهرک، بیا 4 تا از یارام اومدن شهرک. یه دست میخوام میام فایت بدم. حالا من نمیم نایمم ساعت نگو نمی. حالا ستون فلج بازی داره بودم. ای رونالدو دست قبلی کامپ زدیم با ایشون، رو برو ما افتادم. خب جام که هیچی نی، همینجا بودی لوت بکنم، این نیا لوت کنم. شوالیه سیاه میشناسمه بلش. ایزی گروز نمیدونم بردارم یا نه. این خیلی خوب بود این پورت برم، قشنگ یارو رو انداختم با دو سه تا تیر بلش. تا موقعی که اسنایپ بردارم که دیگه نیازی نیست. دایش نزنی ها، میخوام سوار ماشین شد. بریم یه فایت داشته باشیم. نمیام دیگه. بله پشمام ریخ. چجوری زدم ناموسن؟ یکی بهم بیاد بگه، یکی بیاد توضیح بده. من خودم نفهمیدم، فقط زدم گفتم بسم الله بدن. زیر نکنی یا خب. ولی اینا ترسیدم، فکر کردم میخوام میام زیرش میکنم بس. سن خیلی هم عالی. 3 تا کیل، اینا رو خیلی بد زدم. نمیدونم چرا الان حس فایت گرفتم. منو میخوام فقط برم فایت کنم. نگا دنبال من دیگه، ای خدا انقدر مارک میکنه. میخوام برم جلو اسکواد فایت کنم اصلا. ولی الان اگه گان دوم نداشتم برده بودم. میخوای استایپ بر نداری؟ نمیدونم والا. بنازم اینم زدیم. ساکت برم ویدیو میگیرم.
نمیدونم. یه خبر خوب برات دارم. هدست هم درست شد. خریدی یا درست شد؟ درست شد با 25,000 تومان. یارو بهم گفت 200 تومن بده برات درست کنم. رفتم جا رفتم یعنی یکی آشنا. من دارم بتل میزنم. خوبه. ویدیو هم تا الان 4 تا کیل گرفتم. خیلی کیل قشنگ. مدوی کجاست؟ نمیدونم. کیان اومده یا نه؟ نه مدوی کدوم؟ بابا قاطی کردم. چی میگی؟ آقا مدوی خودشه یا نه؟ آره خودش. کجاست؟ نمیاد. خب بابا وای